سیل مدنبکова سال هفتم است که حجاب میپوشد و به جای کاری نوش هم با روسری رفت. با گفته سیل همه مشکلاتش بعد آن شروع شد که به وظیفه رهبری دستگاه شهرداری بیشکک نفری نو تعیین شد. Приходит новый руководитель аппарата, приглашает меня к себе в кабинет и задает вопросы. بعد یک سال رهبری نوی دستگاه به سری وظیفه آمد و مرا به اتاق کاریش دعوت کرد. ضمن صحبت او به من سوالهای خصوصی داد. مثلا کی مرا مجبور کرد روسری پوشم و اگر به مسکو بروم مناسبت والدینی که فرزندانشان از دست تروریستان هلاک شدند چگونه می شود؟ Родители убиты от рук террористов. به نقل سیل رهبرش حتی پیشنهاد کرد که او دیگر حجاب نپوشد و گویا پس از گرفتن جوابی رد در ماه نوامبر سال 2016 متخصص پیشبری شعبه بین المللی شهرداری بیشکک را از وظیفه سبکدوش کردند. این زن از بالای شهرداری به دادگاه مراجعت کرد تا او را در کارش برقرار نماید. یکم که او را نه برای حجاب پوشش از کار راندند، او برای دفاع خود دلیل‌های زیاد را پیش می‌آورد و این حق اوست. هر چیزی می‌خواهد بگذار بگوید. تنها همین را می‌توانم بگویم که او تلاش دارد خود را حمایت کند. با گفته رهبری دستگاه این زن را برای ناعهده‌برایی‌اش سبکدوش نمودند زیرا شکایت‌ها در نسبت کارش زیاد بود. این برای نخستین بار است که در قرقیزستان یک زن به خاطر ایجاد محدودیت در پوشش روسری از بالای کاردهنده‌اش به دادگاه شکایت میبرد. حامیان حقوق میگویند اکثر زنان حجاب پوش کارگاه را خاموشانه ترک میکنند. سازمان ما مدت 15 سال می شود که با مشکل حجاب سر و کار دارد. شروع از ماه می تا سپتامبر بحث ها با وزارت معارف آغاز می گردد. به دختران در دانشگاه ها و مکاتب پوشیدن حجاب را اجازه نمیدهند. در مکاتب میانه و عالی قرقیزستان رسما پوشیدن حجاب منع نشده است، ولی در بعضی مؤسسه ها احیانا چنین محدودیت به نظر می رسد. این گونه حالت ها در علاهیدگی حل می شوند. اما در نسبت قضیه سیل مدنبکova دادگاه دعوایش را قسما قانع کرد. در قرار از کار خارج نمودن بعضی خلافکاری ها معین کرده شد و دادگاه شهرداری را موظف کرد که به سابق کارمندش جبران پولی پرداخت کند. سیل مدنبکova را در وظیفه برقرار نکردند زیرا شهرداری گفته است مهلت قرارداد کاری او هم انجام یافته بود.